برمیخوره به یه سری از دوستان وقتی ما میگیم یه سری از محصولات رو برای اولین بار ما داخل سایتمون موجود میکنیم. با افتخار اولین سایتی هستیم که آرگاس ای رو در اختیارتون قرار میدیم. عرضم به خدمتتون دستگاهی که میخوام بهتون معرفی کنم دستگاه آرگاس ای از کمپانی بوپو هست. خیلی خلاصه و سریع توضیحاتشون رو بهتون میدم. یه باتری 1100 میلی آمپر ساعتی داره به همراه 2 تا کارتریج با گنجایش 3 میلی. کیکن کارتریجا 14 هست و یه دونهش 17 که عموما 14 برای مصرف جویس استفاده میشه و 17 برای مصرف سالت. یه دونه بند گردنی داره، تایپ سی هست و تو اطلاعاتی که دستگاه داده به ما قابلیت فست شارژ رو هم داره. این دستگاه 2 تا مانیتور همزمان داره که هر دو مانیتورش رنگی هستن و جزو معدود دستگاهیه که برای خاموش روشن شدن کلید براش طراحی شده. باز میکنیم محصول و پکیج دستگاهی که باز میکنیم یه دونه دستگاه آرگاس ای هست و به همراه یه دونه شارژر تایپ سی، یک عدد بند گردنی، یک دفترچه راهنما، یک کارت گارانتی که حالا تو ایران قابل استفاده نیست و یه دونه کارتریج 14 که پس با این حساب کارتریجی که روی دستگاه نصب شده کارتریج 7 هست. خب اون دستگاه از آلیاژ روی ساخته شده، فوق العاده دستگاه زیبایی هست. این ور دستگاه قسمت شارژ دستگاه هست، دکمه آن و آف و دکمه پاور و این ور هم دریچه تنظیم هوا هست. وقتی که روشنش کنی همزمان 2 تا مانیتور این دستگاه روشن میشه. همینطور که میبینید هر دو مانیتور حالت رنگی دارن و یه سری انیمیشن داخل این دستگاه تعبیه شده که شما وقتی که 5 بار کلید پاور دستگاه رو میزنید 3 حالت انتخاب دارید. توی حالت مود که میرید 3 حالت انتخاب دارید، حالت پاور، اکو و سوپر، که حالا این رو حالت پاور بود. وقتی رو حالت اکو میذارید همینطور که میبینید مانیتور پایین یه انیمیشن جدید رو بهتون نشون میده و روی حالت سوپر باز انیمیشنش عوض میشه و یه حالت جدید رو شما نشون میده و رو حالت پاور هم که این انیمیشن رو برای شما داره. علاوه بر این موضوع توی تنظیمات این دستگاه یه دونه پاف کلیر داره که تعداد پافایی که از دستگاه استفاده شده رو کلیر میکنه، صفر میکنه. یه بک داره، یه دونه یوزج ریکورد داره که تمام اطلاعات دستگاه رو به شما میاد تو اینجا نمایش داده میشه که حالا ورژن دستگاه چیه، توتال پاف، تعداد پافایی که تا حالا ازش گرفتین، مصرف روزانه‌تون، کل زمانی که ازش استفاده کردین و وات دستگاه رو میاد به شما نشون میده. در سمت چپش هم که یه دونه دریچه تنظیم هوا داره که وقتی که به حالت بالا میره تو حد اقل ترین حالت ممکنه و پایینش تو حد اکثر ترین حالت و یه قسمتی اینجا هست که واسه بند گردنی دستگاه استفاده میشه. به نظر من دستگاه فوق العاده قوی، زیبا و پرقدرت و میتونه توی بازار بی‌رقیب باشه. ممنون از اینکه همراهمون بودید.